همتونان عزیز امروز به شما از دل مراجعت کرده میخوام که کمتر باشد هم کمک خود را برای طبابت هم کمک رسانید تا حدی امکان. البته از برای خداوند، از برای اونی که کودکانی من که خیلی به من حاضر محتاج هستند، آنها را من باید تربیت کنم، آنها را من باید به وای رسانم. آنها فقط 4 ساله و 6 ساله می باشند. دو دوست را یکان دارم. برای همین فرزندکانم میخوام که من طبابت یابم از این درد. در هر یک 21 روز به ما به سامانی 7000 سامانی دکه میزند و برای من این خیلی گران است. برای عائله من تا امروز من با یاردمی همه دوستان، خویش و تباران این داروهای را دسترس کرده ایستادگی بودم، لیکن دیگر من قدرتی دسترس کردن این داروها را ندارم. هم از جهت مبلغ هم از جهت دریافتش خیلی تنقیصی کشیده ایستادم. و وقتی که سحر می شود من باز یک با نگاه امید به سوی آسمان می نگرم و به خداوند شکر می گویم که ای خداوند تو باز یک روز را به من عطا کردی. الا کسی که دستیاری دراز می کند، کسی که به من کمک کردن می خواهد، الها از درگاه خداوند اجرش را بیند. از شما خیلی منت دارم، سپاسگزارم پیشگی برای دستگیریتان. اگر دستگیری کردن نتوانید فقط مرا دعا کنید. خداوند میگوید که دعای نیست که اجابت نشود. از شما سخت التجا میکنم مرا دعا کنید که من از این درد شفا یابم.